در خانه از بعد تولد تا امروز هیچ ممانعتی و هیچ انضباطی و هیچ تعلیم و تعدیب در خانه ندارند، در مکتب مشکل سازند. دوست داشتن به این نیست که فرزندانتان ادب نکنید. او فرزندی که از کوچکی در خانه منظم تربیت شده است، مکتب با آسانی برایش قابل هضم. ولی او شاگردی که در خانه پدر و مادر آگاهی ندارند از تعلیم و تربیت و هیچ ممانعتی در سر راهش نباید. اگر شب در گلی رفته، در خیابان رفته، با هر کسی گشت و گذار کرده، اونا در مکتب که آمدن مکتب را زندان احساس میکنن و معلم هم زندانبان بسیار خشین. والدین گرامی، هر روز و هر شب از فرزندان خود درس‌هایشان رو سوال کنیم و هر روز بگویید در مکتب باید قانون مکتب را مراعات کنیم. مکتب جای تربیت است. مکتب جایی است که ما خیلی مسائل هایی که برای یک شاگرد ضرور نیست ممانعت میکنیم، نمیگذاریم. موادهای انفلاقی، موادهای مثلا آرایشی برای دختران، خیلی مسائل های دیگه در مکتب آوردنش ممنوع است، برای اینکه اونها مصروف میشوند. اونها باید با قلم و کتاب بیاین تا درس بخوانند. از این جهت تقاضا دارم از والدین فرزندانشان را یادآوری کنند، گرچند ما در کنشگاه تا حال هیچ مشکلی نداریم. یگانه مکتبی که تا حال بی‌نظمی را جلوگیری کرده است استاد نظری و تیمشان است که ما ازشان تشکری میکنیم و در آینده انشاءالله همین روال ادامه خواهد پیدا کرد. تشکر میکنم که صحبه شکسته ما را تحمل کردیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.